بسم الله الرحمن الرحیم. امشب شب پنجم ماه مبارک رمضان. امروز شماریات کردم. ما غیر مترقبه واقعا آمد سر سفره به جریان نبودن. این خانه است که فرشای ما چند وقت پیش به تصویر کشیدیم که فرشا خانه از اینا سوراخ بود، سمیتا معلوم میشد. دیگه به هر حال الله قبول بکنه از همه عزیزان ما، دوستان ما که نامشان را نمیگیرم، الله شما بپذیره، الله شما قبول بکنه. آمدیم خانه از اینا، این سفره از اینا واقعا لحظه افطاره، لحظه افطاره که ما رسیدیم. واقعا این نان از اینا هست. این نان سخته. خب به هر حال ما چیز چاره برای از اینا آوردیم، الله قبول بکنه، الله بپذیره. خدا مزد شما با خیرات حاضر سلامت باشید، با عزت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. آمدیم بازم به اون خانه‌ای که ما گفته بودیم که خطا از این بسیار خطای بسیار غری بود. میشه بیاییم مشاهده بکنیم؟ به ویدیوهای قبلی خود گفته بودم این خانه از این آیه، این فرشه، این هم سمیت، این سمیت و این هم فرش. دیگه الحمدلله چندین جا نگاه کنه شما، چندین جا این فرش هم سوراخه، زیر هم سمیته. دیگه امروز الحمدلله قالین آوردیم، بسم الله میکنیم بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. اینه قالین بخیر، بسم الله، اینه بخیر، اینا بخیر، قالین داخل از این خانه بخیر، پن میکنیم بخیر که از این سوراخ بخیر نجات پیدا بکنن. به 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 به، اینه بخیر، این هم قالین، اینه هم قالین. الله قبول بکنه، الله بپذیره. آمدین خانگاه که از اینا رو فرش کردین، خوشحال شدن. الله همه عزیزان ما رو توفیق بده که بتوانیم انشالله مسئله خدمتی برای قشر مستمند و ضعیف خود انشالله باشیم و به امید روزی که انشالله خانه هایی که سروی کردم هیچ خانه بدون قالین نمانه، همه خانه ها را انشالله قالین فرش بکنیم. دیگه مردم از فرشایی که سوراخ داره، فرشایی که پاره هست، فرشایی که نازک واقعا خیلی یخه، دیگه آماده قالین فرش کردیم. الله بپذیره و الله قبول بکنه. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. الله قبول بکنه. آمدیم دیگه تقریبا معلوم میشه که وقت بسیار نوقت شده. آمدیم این خانه را فرش کردیم. این خانه چندومی هست نمیفهمم، خانه شیشومیه.